مزه شو بو اهلیدین. اهلیدین اگر که در پیشانی من عباره شرمنده شده نوشته شده باشد من شرمنده میشوم امروز یا فردا. از کدام حساب مبلغ به دست میارید که کار میکنید؟ چه خیلی که شما از کدام حساب زندگی داره؟ شما رو به حساب زندگی میکنید؟ ما حسابی الکی مردم پای بردن که حساب رکلام. بسیارش میگن که همین رکلامتون در بعد منظر رکلامتون ایسارتون مونات همین خیلی گپ میگوین. من 27 سالگیم در اولادا شدم و فرزند کالونی من صنف 7 میخواند. اوه شما کالون دید بوده. رستم جان من در همه برنامه ها حق گپ راست میگم. راستی من یگام بار این که خوراکی بیرنگ و بی‌نمودی سفیدی بیزی رو ندیدم. با فکرم که در خیلی که در جای کارتان صاحب قلمت در خانه بکنم صاحب کفگیر شمایید. مزه شو بو اهلیدین. سلام دوستانی عزیز، پیشکش شماست برنامه مزه شو با اهلیدین و مهمانی نوبتی برنامه ماست رستم عظیمی، ژورنالیست، بلاگر، محرر، فیلمساز. رستم جان خوش آمدی با برنامه ما. سلامت باشید پیش از همه. السلام علیکم تماشاگران عزیز و آنهایی که هواداری برنامه اهلیدین هستند و بیاید تماشاگران عزیز امروز ما که قدر کرده مهمانی برنامه اهلیدین شدیم برای شما یک خوراکی با مزه آماده میکنیم. خوش آمدید یک بار دیگر رستم جان. امروز در میز ما دیده می شود که محصولات عموما کم است. بله. و آنقدر همچون بهار هم که باشد بیرنگ است. از سببی که آشپزی شما نوحده برو هست یک خوراکی آسانه امروز آماده میکنیم. سلامت باشید. خیلی شما به کار شروع میکنید، ما با شما سوالهای خود را پیشکش میکنیم. تماشابینان عزیز ما یک بار دیگر پیشکش شما می‌نماییم که رستم عظیمی است مهمانی نوبتی ما. رستم ژورنالیستی نامدار است، بلاگر نویسی خوب است و چند فیلم‌های تربیوی هم به نوار گرفته است. ما اول رستم جان با شما خشم کار شروع کردن گرفت. زنده باشید، سلام باشید. انا رستم جان برنامه ما برنامه آزاد است. شما میتوانید که به لهجه کوچکی، به لهجه ادبی، به لهجه روسی، به کدام لهجه که با شما آسان است پیشان است سخن راندن گیرید. رستم جان امروز با تماشابینان ما چی پیشنهاد میکنید؟ البته که مرغ شوربا. من فکر کردم که مرغ بریان است. نه دهانتون آوش نرود. من برای شما و تماشابین شما مرغ شوربا آماده میکنم که خورند و بهای بلندی. خیلی یک خوراکی چی میگن لیچب نمیگن که طبابت بخش. البته طبابت بخش. نه یک خواهش. بر وقت در آب پرتوی چون که این هرچی پیشتر آماده شدن گیرد باقی مانده‌اش رو بعداً میاندازیم برده. و پشه ها و زنبور ها مرغ هم نمیدن. هم ندیدن. اگر روزی باشد رفتیم خیلی شما چکنید مرغ رو گیرید میرویم. رستم جان خیلی که من میدونم شما فاکولته ژورنالیستیک دانشگاهی ملی رو بود کردید و در اگر در یادم نباشد از روزنامه مرد و زن شروع کردید. بله زن و مرد. زن و مرد. اولین قدم من به اونجا بود که مهرافروز نیمازاده سرمحرر بودم و در اونجا اولین مرتبه به من طرز نوشت مقاله ها رو یاد داده بودم. و همون بخشش در پیش گپ شما وقتی که قدم های نخست خود رو در ژورنالیست که میگذاری و فکر خیالی آسمانی داره که من این خیل میکنم و میروی حقیقتی کارا میبینی که در سر یک کاغذ میشینی. همون لحظه ها چی بود؟ ارزوها بسیار یک مثل دریا بودن که من میخواستم آنها رو عملی گردونم ولی شکر خدا که قدم های اولینم رو بعداً به گازته اویلا گذاشتم و در اونجا بیت سبزی رو ریزه کنیم هم صحبت میکنیم هم سبزی ریزه میکنیم. بعد پشت کامپیوتر نشستم مقاله می نوشتم از حیاتی ستاره ها، از حیاتی اونهایی که مقصد در زندگی درد داشتن رنج داشتن. من همون دوره سال 2012 خطا نکنم کار آغاز کرده بودم. من همون وقت دلسوزم امروز هم باشد اگر اهمیت داشته باشید
دلم میسوزد به مردم کمک میکنم. من بسیار دوستانی دارم که ژورنالیست هستند بعد در همون مقاله هایی که می نویسند مثلا در چرخ گردون در زن و مرد اویله و دیگر وقتی که همون زمانی که روزنامه ها بودند بسیار خواننده روزنامه میخوان همون یک سوال داشتم همه وقت من همین سوال رو پیشکش همون ژورنالیست‌ها میکردم اونها میخندیدن میگفتن چرا این سوال رو به ما میگی همون قصه هایی که مثلا میبینیم گنجینه 18 ساله با خوشتمانش جنگ شده سوی خلاف فلان بهمدان همین حقیقت بود که شما از خود میبافتید نه حقیقت بود ولی اگر حقیقت رو ما در یک چارچوبه نویسیم همین قای گازета میره شود ما اون رو کوشش میکردیم طریق ابراز که اگر که در علم ژورنالیست که فهمیده باشید فانتزیا ژورنالیست باید در اون باشد و ما فانتزیا میکردیم از همون جهت مقاله کمی کلان میومد اگر گوییم که ها خوشتمانش او روزا دو کشت با همین مقالات تمام میشود مردم گویا که هیچی نمیخوان همون دردهای گنجینه کشید و دیگر از اول تو آخرش نقل میکنیم و بعدا همون خوشتمانش کشت رو در آخر میکردیم بعدا میخونن لیک یک سری خوبیش در چی بود که من رقم های تلفنم رو میموندم بعضی ژورنالیست ها نمیموندن چون که غم میدادن زنگ میزدن من میموندم مردم به ما به من زنگ میزد وقتی رابطه من با مردم بود اونها دردشون رو به من باور میکردن نقل میکردن من با نامی ساخته یا اینکه مستعار میگم درج میکردم و به همین مقاله‌شون نشر میشد در مجله زن و مرد شما به حیث کارگری اشتاتی بودید یا من در اونجا یک دو روز کار کردم یک دو روز بله دو روز کار کردم دیدم که در اونجا مقصد کارگر نیست مقصد خودی مهرافوز هم کار به دستش میرسد بعداً با گازete اویلا رو آوردم و در اونجا دیدم که کارگرها بسیارن 40 نفر 60 نفر کار میکنن هوسمندی هم زیاد شد و در اونجا موندم خطا نکنم 7 سال من در همونجا کار میکردم حیث محرر 7 سالی موفق بود یا 7 سالی اصلا با گازete اویلا یا کی سامانه اویلا رفتن من تنها یک چیز بود من امروز سیرش رو به شما میگویم من روز دیگه برای تجربه ام رو بوی گردونیدم با اونجا رفتم چون که بسیاری ها 1 سال 2 سال تا 10 سال کار میکنن از اونجا هیچ چیز نمیگیرن تجربه نمیگیرن من به خاطر که تجربه ام رو بوی کردم در اونجا اونها ما رو استفاده بردن من نیز اونها رو استفاده بردم و دانشم رو قوی کردم و بعدا امروز راه یافتم مستقل یعنی مستقل میتونم که همون کاری که در اونجا میکردم امروز در تجربه زندگی کارم نونم رو یافته ایستادم سلامت باشید. انا رستم جان 7 سالی که در مجله اویلا کار کردی از 7 سال در یک کارخانه کار کردن و سهم خود رو گذاشتن و با همه کارگران یک اویلا میشوی چی سبب بود که از اونجا رفتی؟ رفتنی من از اونجا تصادفی نبود رفتنی من در اونجا خوب اندیشه کردن و بعدا قدمم رو از اونجا بیرون کردن بود چون که در اونجا همه مرا دوست می‌داشتن بودن دخترانی که پسرانی که من بردم اونها رو ژورنالیست کردم درس دادم آموزوندم و اونها با من اونس گرفتن ما در همین محیطی که با هم اتفاق بودیم دوست بودیم عادت کردیم وقت زمانی که مقصد وقت و ساعتش رسید که ما باید همگی کاری خودمون رو یابیم کاری سردرآمد جوییم و با همین خاطر یک پیش قفا یک وقت نه پیش قفا مقصد عریضه نوشتیم و از کار رفتیم بعد ما با زبان کوچکی بگم اگر بسیاری وقت میگن که من از همین کارخانه رفتم بعد من میگم که شما رفتید که شما رو رواندن افسوس در کاری من زندگی من برعکس بود یعنی که اونها نمیخواستن من روم گرچه من 7 مرتبه عریضه نوشتم اونها نمیخواستن که من روم عریضه‌های من فقط میدرید و در این سطل میرفت و اونها دیدن که در حقیقت من در اونجا میل ایستادن ندارم بعدم به خلاصه اومدن که خیر رفتنی است رود انا اینجا من میخواستم درباره همینش سامانه یوتیوبی مهر پرو سخن بگم اگر بلاگ نویسی خیر من میدونم که اکنون حاضر بلاگر نام پیدا کرده سر دوشنبه تاجیکستان که به موقع خود را لیکن بلاگ نویسی از زمانی که ژورنالیستیک پیدا شد و روزنامه پیدا شد بلاگرها بودن بلاگ را در همون مجله ها قید کرده بلاگ فلانی ژورنالیست گفته می نویسن لیکن حالا که در سامانه یوتیوب بلاگرها نام دارند و مثال میگیم بلاگرها در بگیم که به قولی که مود شد سبب بلاگر شدن شما چی بود شما که روزنامه نگار بوده مثل صاحب قلم بوده و دیگر با بلاگری گذاشتید میدونید اهل دین همگی میتونن که بلاگر شون مثل که رپ میگویند که مولی کوچه است کو بلاگرم مولی کوچه است چون که اصلا همه میتواند قشر جامعه رو به بلاگری بیاد از اودش برای شما در همین حالتی که مثال میگید شما خود میگید که بلاگر شدن همه میتواند یک مثال میگیرم به مثل رپرها یک مولی کوچه است 7 سال خواندگی شما برباد نمیرود میرود چون که من ژورنالیست تمام کردم و در همه جا میگم که من ژورنالیستم من بلاگ نویس نیستم یا که بلاگر از بس که مردم را همچون بلاگر قبول کردن اون چیزی که اونها قبول کردن بر من استفاده کردن نمیتوانم پس من اونها رو میگم که در حقیقت چیزی گفته شما من بلاگرم لیک بلاگر فرق دارد بلاگر مهنت میکند
ҳақиқатро рӯи об мебарорад, ба гӯши боло мерасонад, ба гӯши тамошобин мерасонад ки ҳақиқат дар куҷо аст. ва пас мо ба ҳамин кор шурӯъ кардем. Бисёриҳо блогериро ба дигар корҳо алараш мекунанд. Имрӯз мебинед ки ҳамагӣ блогер шуда истодаанд. Сарояндаҳо хулоса тӯйҳошон кам мешавад, рӯ ба вай мебиёранд ё ин ки ҳаҷвнигору дигару дигара. ширкате ки шумо ҳоло ҳамкорӣ мекунед Меҳрупро. Бале, Меҳрупро. равияи асосии ҳамин ширкат чист? равияи асосияш дар аввал вақте ман по гузоштам, 1 сол мешавад ки бо Меҳрупро кор мекунам. шоу барномаҳо буд, агар аҳамият дода бошед. Фақат бо сарояндаҳо, чеҳраҳои машҳур мо барнома мекардем, механдондем. Ама дар оилатиҷӣ будам, пеш аз ҳаёти камбағалу мақсад ниёзмандо кӯмак мекардем. дар ин ҷо мо ба хулосае омадем ки моҳи рамазон аст, биё бештар дасти мардумро мегирем. Ба ҳамин восита ягон дасти мардумро мегирем. Дидем ки бисёри бад шуд. вақте аз тамошобин бисёр хоҳиш мешавад ки ҳаёти фалон кас рафта барнома кунед ё ин ки касал асту тавбат кунед, мо баъдан хоҳиши дили онҳоро дида вай кардем. баъдан ҳамин бисёриҳо мегӯянд ки барои чӣ ҳамагиро овардем ба камбағалу просмотр дорад. вақте просмотр ҳаст, мо дар ҷомеа рекламаро ба даст оварда метавонем. яъне ки анамо просмотрро дида, анамо маҳсулотфурӯш моро мебинад, дар тамос мешавад ва бо маблағ амо рекламаҳояшро ба мо медиҳад ва мо аз ин ҳисоб зиндагиам моро пеш мебарем. худтон медонед ки 3 моҳ мешавад ки YouTube монетизатсияро куштааст. сабаб ҳамагӣ медонад. вале ин як санҷиш аст ва мо бояд сабр кунем. бисёр блогернависо баҳс кардан коро, вале мо баҳс накардем, чунки мо рекламаҳомо ҳаст, пули офис бурда метавонем, пули коргарҳоро дода метавонем, пули оператор монтажика дода метавонем. мо бо ҳамин восита агар ман гап задан гирем шур бошмо ахна мепазам. ана мехостам бидонам ки ана бисёри блогерҳо ба бугем ба як нав блогерҳое ки ҳоло ҳастанд, ҳамагон ба мисли ҳатто шумо ҳам агар ки ба шумо ҳарчанд ки сахт мерасад, намедонам сахт намерасад, ҳамаро овардед ба ниёзмандонро барнома кардану аз он ҷо аз муҳоҷирон пул хостану ба онҳо пул додан. ин хайпи замонавист ё ки намедонам ҳақиқати замона? бовар мекунед вақти замоне ки ман бо ниёзмандо кор мекардам, 1 ё 2 нафар блогер ба ҳамин кор даст мезад. дигарҳо ҳам аз паси ки зиндагии худшон ба тӯи маъракаҳошону ҳаҷву хандаи худшон буданд. вақт замоне ки мо ба ҳамин кор даст дадем, дидан ки просмотр ҳаст, ҳама овардан ба равияи мо. гуфтанд ки значи дар ин ҷо просмотр ҳаст, мо бояд кор кунем. агар мо ба шоу барнома даст занем, ҳамагиро мебарам ба шоу барнома. мисле ки Баҳриддини Сабур барномаи дар деҳот мекунад ку. бисёриҳо хостанд ки идеяи вайро дузданд, лекин маладес, офарин, занг зада дар ҷояшон мешинонад ва аз онҳо мехайку мо медонем ки аз ин ҷо мо медонем ки барнома, ҳатто барномаи мо ҳам гирифтан, дубликат кардану сохтану бо як чанд навори баровардан. мисол мегирем, мо гиламан нестем, мо гуфтем ки офарин. мо баръакс хурсанд мешавем ки мақсад ки ба мо тақлид мекунанд мақсад. лекин мақсади ман он аст ки ман намехоҳам ба иззати нафси ягон кас расидан ва ин кори мисол мегирем ки фикр дорам ки агар ман ҳамин саволро пешниҳод кунам, бисёриҳо маро баъд аз ин саволам бад мебинанд. лек бояд ман пурсам ки як чанд муддате шудааст ки дар сомонаҳои YouTube, Facebook асос овоза шудааст ки гӯё ки шумо блогероне ки ба амали хайр даст мезанед, аз ҳамон ниёзмандон маблағ ба даст меоред. то охир гӯш кунед. гӯё ки ман дар як хондам, дар як ҳамон фейсбук хондам ки мерафтанду блогерон аз барои навори барнома 1000 сомон мегирифтанд, барои такси бо хӯрок хӯрданашон бо маблағ мегирифтанд ва бо аз ҳамон пуле ки аз муҳоҷирон ҷамъ мешавад боз фоизи муайяни худро мегирифтанд. ин ба гӯши мо бисёр мерасад. ҳақиқат аст ё не? ба гӯши мо бисёр расид. ба мо низ навистанд ки шумо ҳам ҳамин хелед. бовар мекунед, 1 нафар ҳамин корро кард ё ки 2 нафар ҳамин корро кард, дигарон бадном шуда. баъдан мо фаҳмидем, дақиқу аниқ кардем, дидем ки дар ҳақиқат фоиз мегирифтиянд. ман номашонро намегирам, чунки ба онҳо кор ҳам надорам, чун ба ман комментария бисёр менависанд ки дигарон мегиранд, шумо ҳам мегиред. ман агар ёдтон бошад, 1 рӯз пеш видеообращение карда будам. ман ба хотири ҳамин саволро додам ки барномаи шуморо ман видеообращение кардам ки чӣ хел мо намегирем, ба мо латма мебиёранд, туҳмат мезананд. мо гуфта будам дар ҳамон ҷо ки мо агар мерем, агар 100 000 сомон ё ки 20 000 сомон ё ки 80 000 сомон ба ҳамон оила суратҳисобаш ки мегузарад, рафта видеоотчёт мекунем, нишон медиҳем историяшона ки чӣ қадар маблағ аз номи ки омадааст, онҳо аз пеши худ метавонанд ки 100 сомон ё ки 200 сомон ё ки то 1000 сомона худашон бо розигии худшон тиянд. мегӯянд ки шумо ба Кулоб омадед ё ки ба Исфара омадед, шумо ҳақ мақсад ки сарфу хароҷот кар омадед ку. вақте бо хоҳиши худаш дод мегирем, на ин ки мисли дигарро рафта дар пешонии ӯ процент монем ё ки фоиз монем ки ба мо ҳамин қадар пул метиҳем, то барнома мекунем. бале, ман шуморо шунидам. плюс ба хотири чӣ ман ҳамин саволро барои шумо пешниҳод кардам, чӣ кардам ки агар дар ёд дошта бошед, 2 сол пеш 2 сол пеш устоди шумо
مهرافروز نومانزاده به همین کارها دست میزد. مثال میگم دستی خیر داشت و برنامه‌های خیریه میکرد و در همین سامانه‌های یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک مهرافروز نومانزاده رو به نهایت بدنام کردند. به نهایت همین بلاگرها کردند. بله بله. کردند و بدنامش کردند و هر گپ‌های به شان و شرف زن به نهایت سخت بود رسیدند و مهرافروز نومانزاده به فکرم که 2 سال یا 3 سال فعالیتش رو بس کرد. شما نمی‌ترسید از همین به همین کار دوچار شدن به همین رو مثال میگیریم که شما رو به همین روز بیارن گفتن نمی‌ترسید شما؟ اهل دین اگر که در پیشانی من عباره شرمنده شدن نوشته شده باشد من شرمنده میشم امروز یا فردا. ما آینده خود رو نمیدونم نه که بعدا یک چیز قید میکنم که من به خداوند باور دارم خداوند به من وقتی من به خداوند باور دارم اون چیزی که به کارهای خیر دست میزنم و به مرضی تماشابین میرسونم تماشابین من از من یک چی میگیره یا که به من باور میکنه به همون خانه پول میفرستونه. امروز من تماشابین خودم دارم که در همه جای شینم درباره من تعریف میکنن احسان میگویم لیکن با حسن تماشابین که در پسم غیبت میکنن و این چیزها اهمیت نمیدم لیکن شرمنده شدن در وی من نباید باشد چون که خداوند مرا نگاه من امید دارم که همین روزا نمیشود و در فرصت مناسب استفاده برده از همون مخلصان شما تماشابینان شما که به دست خیر دست میزنند و همون جوان پسران و جوان مادران و خواهرانی که در مهاجرت هستند خودشون یک مبلغ ناچیز به دست میارند و با از سری همون مبلغ به دیگر نیازمندان کمک میرسند. من دستم را پیش بر آورده به همه شما مینداری خود رو بیان میکنم که شما غم دیگران رو میخورند. من میندارم از همه اونهایی که همین کارو میکنن و یک سوال دیگر داشتم که وقتی که من شخصا میدونم که آدمانی که در ساحه صنعت کار میکنن در ساحه فرهنگ کار میکنن به نهایت آدمان احساساتی هستند. با یک کلمه آنها رو شکسته میشود و یا با یک کلمه آنها رو به اوج اعلا برداشته میشود. در همین حالت میخواستم بپرسم که وقتی که بر شما نیازمندان مراجعت میکنن شما میروید با اوله های آنها پیش از نوار برداشتن شما پیشکی میروید که آنالیز میکنید که آنالیز میکنید میبینید همون رفت زندگی فقیرانه دشواری آنها رو میبینید همون آدم مریضی که در جای مرگ خواب است میبینید در جای مریضی خواب است میبینید شما چی احساس شما رو پیگیری میکنه؟ اگر در زندگی تو درد کشیدگی نباشی درد یکم کس رو احساس نمیکنی. وقت زمانی که من به خانه یک بیمار میرم دخترچه مثال بیماری سرطان دارد یا اینکه دیگر کسل ها من احوال زوری و دیده گریه های چشم رو دیده درونم خون میگیرد. میگن که مردها باید گریه نکنند لیکن مردها درونکی در هم گیرن احساسشون رو پنهان میکنن. من بعدی که برنامه خاتمه مییابد تو به خانه رسیدم اومدم چنان گریه میکنم که خدا میدونم دردم خدا برای که احوال یک مادری که با چشم چور به من نگاه میکنه و من میگه از زندگی امید دارم من درونم در میگیرد. من هر باری که به همین یک بیمار رو در روی جایگاه میبینم باور میکنید دردم خدا میدونم خدا تا همین لحظه من مثال دخترک که نظیر اگر نام داشته باشد اهمیت داشته باشد به هندوستان فرستادیم. چشمش مریض بله من روزی که گسیل کردم گریه کردم در پیش همگی در فرودگاه که دخترک به نهایت امید دارد که من شفا مییابم ژورنالیست میشم رنگ شما خیرخواه میشم میگوید من راستی گپ مثل که در میگیری کم خل میشم. خلاصه گپ هر یک مادر هر یک ما مثال فرزند داریم من همون فرزندی بیچاره رو میبینیم البته دلمون میسوزه کوشش میکنیم که به همون کمک شود یک برنامه پردر از زندگی نامه‌شون پیشنهادی خلق سازیم که دیگران دلشون سوزد و به همون یاردم کنند. چون که گفتید مهاجران یک پاره نون خود را دو قسم کرده میفرستند به همون خانواده میفرستند این هم از روی دلسوزی. لیکن یک چیز رو گفتم میمونم که نه هر بلاگر همیشه برنامه‌های پردرد از حیات ایشون گفته میتونه سرگذشت هم اویده رو به مرز تماشابین فهمیده میتونه. این هم هنر در کار برای اینکه ما خوندیم تاکتیکش رو میدونیم دیگران از پیش خود از پس کامیرا اومدند و بلاگر شدن. من یک سوال دارم که همین سوالی من بر شما پسند نآید لیکن نپرسیده نمیتوانم. باور کنید وجدان من وقتی که این برنامه رو تماشا کردم برنامه شما رو من تماشا کردم باور کنید من نه اونقدر باور کردم به همون برنامه شما همون برنامه‌ای که یک جوان پسر بهروز به فکرم بیمار است در جگهش به قولی میگم پارالیزوان است. مادرش با اپاش به فکرم همونجا بسیار احساساتی گپ زدند و ما با کلاشکا جمع میکردیم و این خیلی میکردیم در ایستگاه ها خو میرفتیم لیکن من رو ببخشید من از همون مادر از همه تماشابینان شما بخشش میخوام عذر میخوام لیکن من باور نکردم به هم برنامه شما. دلتون نسوخت؟ نه دلم نسوخت. با مادری که جبر دیده باشد و با مادری که در قدیره با کلاشکا جمع میکردگی مونن نبود همون زن.
باورم کنید مانند نبود به خاطری که دستور روی زیبا داشت، لباس‌های پیراهن‌های زیبا قیمت داشت. لیکن در اون برنامه گفتن که گویا که آنها بکلچکه جمع میکنن و پدر و یاردم نمیکنند دیگر و دیگر. شما در همونجا اشتراک کردید، همون زن رو دیدید یا بیاد خیلی سوالم تا آخر میگم، شما به آنها از شهر بختر صاحب خانه کردید و باز یک 200 که نمیدونم چند 300 هزار در دست آنها دادید و مثال میگیریم با کاندیسنر و ترمیکس و دیگر که 70% تاجیکستان همه خیلی خانه ندارد. لیکن بعد از 1 ماه یا 2 ماهی که شما برنامه کردید عرب شو کمپانیا باز همون مادر، باز همون دختر، باز همون پسر باز پول میخواهند. میدونید سبب در چی است؟ وقتی ما از زندگی اونها ما رو 6 ماه زوری التجا کردن که بیاید برنامه کنید، بهروز جان کسا عکسش رو میفرستوندن، حالتی خون میپرتون میفرستن، ما رحممون اومد و رفتیم. وقتی شاهد شدیم من اول بهروز دیگه برنامه نمیکنم گفتم. من از همون در با چشمون گریون بر اومدم که من برنامه نمیکنم، چون که وای کودک به ایست میزد به این سو با اون سو میزد، از تمام جوش خون میریخت و گریه میکرد. گفتم که من طاقت کردم نمیتونم این خیلی حالت من یکم مرده ایستادم با چشم رو میگفتم که شما 14 سال این خیلی چه خیلی نگاه کردید، آروم کنید بعدا برنامه رو شروع میکنیم. خلاصه گپ آنها دورو دادن چی کاری کردن که کمی هم باشد آرام شد و از این نگهشون قصه کردن. وقتی همش رو شنیدم و آنها نقل کردن من شنیدم و تماشابین پیشنهاد شد. آنها در اونجا گفتن که هم فرزند بیمار داریم بالای این صاحب خانه ما رو هر روز زده از خانه پیش کرده شده است با همین فرزند مایو. وقتی من این رو به تماشابینم پیشنهاد کردم، خیرخواه از ناحیه بختر اشعری خیرخواه اشعری بختر پیدا شدند و آنها رو صاحب خانه کردند و ما اچات کردیم و صاحب کلید خانه رو در شاهدی همگی سپریدیم به دست اون خانواده. ولی مشکلی دیگرشون ما خواستیم که با اون مبلغی که در صورت حسابشون اومد به خارج فرستادیم، مادرش نگفت، چون که گفت که و فرزندم شاید 1 هفته شاید 1 ماه پس از دنیا میرد. دکتران هم خیلی توصیه دادن، بعدا راضی نشدن چون مادر بود دلش میسپاره فرزند نخواست که به خارج بریم. بعد از چند ماه گذشت آنها ما را زنگ زدن که بهروز صورتی وزنه ما به خلاصه اومدیم که میبریم به خارج کشور، اما مبلغ با مقصد که ببینید که خرج کردن بردیان خواندیان و از این خانه ده همون مبلغ رفت است، کمی دیگر مونده بود است. بعداً با برنامه کردن و من زنگ زدن از کمپانی عرب شو که ما همین برنامه کنیم. گفتم من طرفی بیخونگیشون برنامه کردم، چیزی از دستم برآمد کردم. باز دوباره خواهش کردن که بیا برنامه کن کردم و من گفتم نه من نمیکنم، هر کسی میکنه بگذار خودش کنه. اینها رفتم برنامه کردن، از من سریع پرسیدن که ما برنامه کنیم. گفتم من طرف بیخونگیشون حل کردم، طرف بیماردیشون شما حل کنید کاری ثواب میشه. اینها رفتم برنامه کردن، اكو امروز یا فردا با فکر خارجه میرود شفا مییابد، ما هم تمنا میکنیم که شفا یابد و ان شاء الله تویش بخوریم. به خاطری که من وقتی که ما کامنتاری های شما رو میخوندم و میدیدم بسیاری ها خیلی نمیدونم با تاجیکان یک قول دارن که زبان دهان دروازه رو بسیاری ها من کامنتاری های شما رو میخوندم و در اونجا میدیدم که بسیاری میگفتن که همین آدمان دروغ میگن زیادش. به همین خاطر من همین سوال ها رو پیشنهاد میکنم که بگذار هم جهت منفی هم جهت مثبت بفهمند که چقدر حقیقت است در اینجا. من میدونم که بعد از همین برنامه زیر همین برنامه ما شاید که کامنتاری های قبیح بسیار شود، لیکن این سوال های همان نفران است که میخواهند که در همین گفتار ما حقیقت باشد، روشنی باشد. بله شما کاری میکنید که من حقیقت رو بگم. من یک سوال دیگر به شما پیشنهاد کردم که از تجربه کاری خودم من وقتی که به همگان معلوم است به اونهایی که در شهر دوشنبه زندگی میکنن، دیگر ناحیه های شهر دیگر نمیگم، در شهر دوشنبه میگم، معلوم است که من هر سال نو روز 31 دکبر در مهمانخانه با نفوذ شهر دوشنبه مراسم سالینوی شما هم خبر دارید. بله. من سالینوی خیریوی میگذارونم برای کودکان بی پرستار. بله. بی پرستاری که در خانه یتیمانند. مثال میگیرم من یک سال از شهر یاوون دعوت کردم، از ناحیه رودکی، از شهر نو، از ترسونزاده، از باختر، من از همه تشکیل میکنم همون برنامه‌های سالینوی رو میروم به شرکت ایژن اکسپرس اتوبوس ها رو دعوت میکنم، به دیگر کارخانه ها میروم و من از آنها مبلغ طلب میکنم، طلب میگم که به من کمک کنید و از همین سوال من معنایش است وقتی که من از آنها مبلغ میگیرم، مثال میگیرم کارتون پیش میبرم و از یک کارخانه 20000 از دیگر 30000 یک از 10000 من در اونجا همه‌اش رو انیق دقیق نوشته پیشکش میکنم که ببینید که من مثال میگیرم 10000 شما رو گرفتم به اتوبوس ها میتونم، 5000 شما رو گرفتم به هنرمندان، اکتوران و مسخره بازان دیگران، 30000 40000 دیگر یک تحفه سالینوی ما همه میدونیم که شب سال نو تا 200 300 سامان میشود. برای 300 کودک سامان 300
کودک چند میشود که 30,000 40,000 سامان میشود من تحفه میخرم و دیگر همه آنها را روی شد میگویم و مینویسم و حتی در همون صحیفه مثال میگم سولینوی که ما هست در همونجا همه چی درج شده است که کدام مبلغ به کجا رفت وقتی که شما از حیات همین آدما خبردار میشوید شما میروید میبینید مبلغ جمع شده جمع میشود کجا میشود او کدام به کدام حساب کتاب دارد ندارد آنالیز میشود نمیشود همین رو من میخواستم بگم شما از همانها یا که از همان دکترانی که آنها میروند معالجه میکنند یگام کاغذ میگیرید یگام دکتر با دکتر چشم میشوید نمیشوید دکترهای ما اکثرا سرکشی میکنن که در اکران ما برآمد کنن چون نمیخوان که از همون رفتی بیماری همون رو گپ زنن و در علاهیدگی گپ میزنن یک چیز دیگر رو باید بگویم که ما مثل دیگر بلاگران کارت‌های شخصی خود رو نمیمونیم بعضا اهمیت داشته باشه بلاگران کارت‌های خودشون رو میمونن ما صورت حساب ایمنای بنامی همون کمبغل میشیم کمبغل‌ها خواهش میکنن که ما با شما باور داریم کارتتون رو میمونیم نه گپ دارد چپ دارد دیگر ما اصلا خودی کارت همون رو میمونیم که پریاما با همون پول گذارد بعدا میریم میگیم اپاجون چانس اومد ما اچوت ما استوری اون صورت حساب رو میبینیم که چقدر اگر دوزیده باشد ما چند دوز دام برو آورده بودیم همشون نشون میدیم اونو با ما پیشنهاد میکنم ما با مردم نشون میدیم که ما اینقدر مبلغ اومده است و دست اینو میسپاریم اینو یا که به ترکیه میرن یا که به مسکو یا که به هندوستان یا اینکه در همینجا توبت میکنن با اونها میسپاریم هر یک تماشابینمون ویدیو اچوت رو انتظارن اگر ما ویدیو اچوت نکنیم ما رو مینویسن من مبلغ پرداختم برای چی اچوتش نیست ما مجبور میشیم که باز با همون یه دور دست رویم و اچوتش با مردم تماشا کنیم نشون دیم بعدا با یک چیز رو قید کنم که اینها رو کی مقصد کی وای میکنن نگاه میکنن نظارت میکنن ما خودمون نظارت میکنیم ما خودمون نظارت میکنیم که مبلغ اینها رو یگون خشش ندوزیده باشد یا که یگون مو خش تبارش همون پول ها رو میگیریم با حساب کتاب از بانک اجازت نامه بانکتی همون چیزها رو ما میگیریم چی میگم به قول اچوت کاغذ با نوشتگی مثال ویدیوی من ساعت 7:00 برآمد время просмотра مهاجرتی برآمد 7:00 ویدیو میرم از بانک با من میگیرم که از 7:00 تا 3 روز یا که تو 7 روز همین قدر مبلغ اومده است نشون میدم اچوت محکم میکنم که به همون صورت حساب دوباره پول نگذارم همین خیلی کار است رستم جان اگر من با شما ساعت ها گپ زنم کم است بخاطر سوال زیاد است لیکن من میخواستم که بفهمم که مرغ جوشید همین از یک نوبت با رستم جان وقتی که شما میگین که ما یوتیوب مبلغ دست نمیاریم خیر من خودم خوب میدونم که یوتیوب بازی سه ماه منیزت مردگه انا دیومش که مثال میگم شما همه اون مبلغایی که به دست بیارم میبری میسپاره به دست ادب بعد شما از کدام حساب زندگی میکنید از کدام حساب مبلغ به دست میارید که کار میکنید چخیلی که شما از کدام حساب زندگی داره شما رو به حساب زندگی میکنید ما حسابی الکی مردم پای بردن که حساب رکلام مردم ما یه عادت دارن میخوان که همون چیزا کانکریتی تماشا کنن لیکن رکلام در داخل ما میزنیم یک تا یا که دو تا اول و آخر با بسیارش میگن که همین رکلامتون در بعد منظر رکلامتون ایسارتون مونات همین خیلی گپ میگوین لیکن فکر نمیکنن که رکلام زندگی ما تماشابینان عزیز همین خیلی رستم عظیمی گفت من از فرصت مناسب استفاده برده اگر که شما خواهید که سرپرست برنامه ما شوید در پایان برنامه ما رقم های تلفن خود را می‌نویسیم با واتساپ ما نویسید ما حتما رکلامه هاش ما رو قبول میکنیم اگر آزی رستم جان اول ای سبزی آغاز میکنیم از سبزی آغاز میکنیم که تسترک جوشد بعدا پیاز رو میاندازیم بله رستم جان درباره کار فعالیت ایجادیات بسیار حرف زدیم ما اصلا که بسیاری مهمانمون درباره وضع اولویشون میپرسیم در شما که میگم اونو پرسیدیم من هم مثل حاضر سرانده گویم که مخفی یا اینکه نمیخوام که درباره هیچ چیزی نم درباره مردم تماشابین گپ زنم اختیار دارید نه من خیلی نیستم من فرق میکنم خیلی میبینیم که چند قدر فرق میکنه درباره وضع اولویتون میگم اگر شما مجرد هستید که اوله دار نه من اوله دار حالی شاید برابر شما اوله داشته باشم برابر من بله من هنوز یوش بودم 19 ساله بودم که اوله دار شده بودم و امروز صاحب دو فرزند که فرزندای من خودی خودم با برابر هستم فرزند کلانی شما چند ساله است 7 ساله 7 ساله من در 27 سالگی اوله دار شدم شما در 19 سالگی برابر رستم از این برابر ما اولاد شده من 27 سالگیم در اولاد شدم و فرزند کلونی من صنف 7 میخواند اوه شما کلون دید بوده حالا شما در آینده فرزندان خود را همچون پیروی خود میبینید یا نه مادرش نمیگه میگه که خود شما دکتر شوند پروکورور شوند دیگر شوند نه که همین سوهای ما که خیلی هم دشوار است نه هر زن میتواند طاقت کنه پروکورور آسان است مشکل است لیکن در دیگر سمت میخوام فرزندم دکتر شوند چون که خودم آرزو میکردم دکتر شوم تقدیر نصیب نبود ژورنالیست شدم نه که از وظیفه‌ام تو حال افتخار میکنم لیکن فرزندای من میخوام دکتر شوند
رستم جان وقتی که شما رو اویلاتون در اینترنت یا در یوتیوب با این قدر بانوان زیبا و سرایندگان و رقاصه ها و همه یک برنامه با میجگانه کده بوده که بس بود رشک نمیکند. کدوم زن رشک نمیکند؟ رشک میکند. جنگ و جنجال هست، گپی بلند در همه خانه هست. کسی میگوید که در زندگی من رشک نیست، جنگ و جنجال نیست، او دروغ میگوید. در حقیقت در زندگی ما نیز هست. ما از دیگران کمی نداریم. برای چی با اون دختر عکس گرفتی؟ برای چی با او در تماس شدی؟ برای چی سراینده ها رو با جان یا که اصل گفتم مراجعت میکنی؟ این خیلی گپا بودن در حالت زندگی من، لیکن میفهمونم. همین که فهموندی، خوشرو که فهموندی، اون درک میکنه. بعدا فرزندها کلان شدن و ما نمیخوایم کودک نیستیم که سر از رو بگیم که ما قراری جدا شوی داریم. از همین سبب ما یک دیگر رو میفهمیم. او سوال میتونه جواب بده، لیکن خیانت نمیکنه. تنها سبزی رو دختیم، باز نوبتش است؟ نوبت پیاز است. پیاز رو میاندازیم، میبریم. رستم جان خدا میگم که اگم اوقات با مزه شوه که رستم جان من در همه برنامه ها حق گپی راست میگم. راستی من یگام بار این که خوراک بیرنگ و بینمودی سفیدی بیزیب رو ندیدم. حالا اینو شما تابش رو چشید یا که خورده بینید، احمد میگه که رستم در حقیقت آشپز بوده است. حالا این رنگش از زیادم پس میپزد. مرغم سبز رفت، سازیم دوبلکی رفت. در دشت اصلا همین خیلی میپزند. این خونه نیست که مایده مایده ریزه کرده اندازه. خیلی امیدوارم که خوراک خوب چی میگن تبابت‌آور میشه. البته. رستم جان نمیتونم همین نمیتونم آدم میگه که نمیتونم و نمیدونم کم ترک شبهناک است. یکون کاری نیستی در دنیا نشود. میتوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفت از من میچشم. اول نمکش رو چشید که شما با شما پسند که اومد بعد تماشابین پسند نمیاد. خیلی امیدوارم. بسم الله الرحمن الرحیم. با چقدر با مزه. خیلی خود تعریفی خاصی مونست. لیکن با فکرم که در خیلی که در جای کارتان صاحب قلمت در خانه بکنیم صاحب کفگیر شمایید. حاضر نکنید، لیکن من کم مشغول میشم. ببینید خوراکی خوب میپزم. بهترین. ولی بیاد اول این بولیون خیلی با مزه. گوشت ببینیم. یعنی گوشتش خود آبپزی با لذت شده است. خوردو. من اصلا که گوشت مرغ بیریانش ناز میدم. همین اگیرم می. آشوار. بهترین خوب پخته است. برنامه را دیگه دوام نمیدیم. برنامه رو ما فراموش میکنیم. بله دوستان عزیز، با خوبی که رستم عظیمی از عهده خوراک پختن برآمد، برای شما سربلندی و موفقیت خواهیم و گفتنی آن دارم که هر چیزی که در بابت شما در کامنت ها و در دیگر چه میگم به اونها اهمیت ندهید و امیدوارم که باز با مهمانی برنامه ما میشوید و این دفعه باشد برای تنقید و تقلید نه، برای یک کشایش و یک خوشحالی دعوت میشه. البته پیش از همه بوری دیگر با شما مینداریم رو میرسونم. ما باوری کنم که کامنت‌های خوب میگیریم، چون که مردم رو دوست می‌دارم، من مردم رو دوست می‌دارم. امیدوارم همین جا گپای قبیح نمیگن. چی در کو گپی قبیح در این دنیای روزه زدن. پس به شما رحمت میگیم. اشتیاقی تمام. سلامت باشید. پس تماشابینان گرامی تا برنامه‌های دیگر باقی در پناه خدا باشید.